یک وجب راه است بیدیل از تو تا دامان خاک. در سری میجگان چو اشک استاده ای هوشیار باش. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، خوش آمدین به شبکه صدای امید. یک برادر چندین بار شد از ما خواهش میکند یک نواری کنیم، هم به این برادر و هم به دیگران عبرت شود. برادر به ما گفت مادرم فاحشه است، چندین مراتب شد میفهمانم، مرا گوش نمی کند. به من مصلحت دید که من چه کار کنم. تا آخر نوار تماشا کنین. من به این برادر یک سخنی میکنم که انشاءالله خیلی خوشحال خواهد شد. و از همه شما همچون برادر خواهش میکنیم، انا همین شبکه کودک 9 ساله که بسیار مهارت خوب دارد، سخنرانی خوب میکند و در فیلم های بازی کرده ایستاده است که بسیار فیلم های تربیوی هست. من سرکش در تگ ویدیو و در کامنتاری هم میگذارم. از همه شما خواهش میکنم داخل شوین، تماشا کنین نوارها را و آبونه شوین. من باور دارم که انشاءالله در تاجیکستان کودک میشود که نامبرداری وطن، نامبرداری دین اسلامی خودش میشود انشاءالله. خب شما یک درآمده انا همین سطر را ببینین، در زیر ویدیو سیلک هست. من باور دارم که همه را با گریه می‌دارد. در عربستان سعودی یک زن صاحب 4 فرزند و با شوهر خود جنجال می شود، از شوهرش جدا خواب می کند. شوهرش را طلاق نداده است، اما در یک جگه خواب نمی کنند. جگاه ها از همدیگر جدا هستند. این مادر دستی بر زنا می زند، فاحشگی می کند. فرزندان با خبر می شوند و به مادر خود می گویند مادر جان تو این زنا را مکن، بدبختی میاری و از خدا بیترس، پدرم بی خبر است. مادر سخن فرزندان را رد می کند، بازم کار خود را دوام دادن می گیرد. فرزند کلانی ضد مادر می شود، می گوید ای مادر تو به ما مادر هستی، تو را دوست می داریم، بیا از پدرم طلاق بگیر و با آن مردی که زنا میکنی نکاح بکن و حلالی هم خوابگی کن. مادر بازم رد میکند، فرزندان خود را جادو میکند تا اینکه به پدرشان گپ نزنند. برای آنه که این پدر به این زن مبلغ میداد، نفقهش را میداد، این سوم را گرفته و با مرد دیگر زنا میکرد. از همین سبب مادر اینها را جادو میکند. 10 سال از بین میگذرد. روز میگه پدر خواب است، این مادر آمده گلوی همون شوهر خود را بوغی میکند. پدر میخیزد و به زنش هیچ چیز نمیگوید و به نزد فرزند کلانیش میآید، میگوید ای فرزندم من خواب بودم، مادرت مرا بوغی کرد، خواست که مرا بکشد. من میخواهم که طلاق مادرت را دیم. فرزند کلانی راضی میشوند، به سود میروند، خط طلاق را میگیرد و این فرزند کلانی به نزد مادرش میآید، میگوید مادر جان من خط طلاق تو را گرفتم، اکنون تو آزاد هستی، برو با آن مرد نکاح کن. من کاری کردم که تو دیگر به گناه آلوده نشوی. مادر میگه چنان غضبانی شد، به سوی فرزند گفت عاقت کردم. این فرزند عاق نمی شود در این حالت. گفت عاقت کردم. میگه فرزند گریان شد و به سوی پدرش رفت و این مادر آن 3 فرزند دیگرش جادو کرد و بر ضد این فرزند کلانیش کرد. این فرزند کلانی باز مادر خود را دوست می داشت، حرمت و عزت می کرد و او را مادر می گفت. این برادر فکر میکنم که جواب خود را گرفت، یعنی که مادر هر گونه‌ای که باشد او برای تو مادر است. خواه او زیناکار باشد، خواه چه کاری که نکند،
گناه او در نزد خدا هست. گناه او را غیر خدا کسی بخشیده نمیتواند. هر گناهی که باشد فقط برایت دانسته باش که او مادر است و مادر خواهد ماند. چگونه که مادر رو حرمت و عزت میکنی، همون خیلی این مادرت است، حرمت و عزتش بکن. به خاطر که بهش زیر قدم مادران است. مادر خوب باشد خوب بانش کن. یعنی که هر راه می رود گناهش نزد خدا است و نزد خودش، و تو حق فرزندی خودت را اجرا بکن، حرمت و عزتش بکن. هرچند که با او میگویی که نکن این کار را میکند، غمگین مشو، فقط دست بر دعا بردار و دعا کن. که این مادرم شوهرش بیخبر بود که از شوهر پنهان زنا میکرد. یقین 100% است که این گونه زن داخل جنت نمی شود، نه به خاطر زناش، به خاطر که شوهرش از این نارضا گذشت، مجبور شد که شوهری را طلاق داد. این زن داخل جنت نمی شود. خدا او زناش می بخشد، نارضاگی شوهرش نمی بخشد. مادرای جان، فراموش مکنین از همه بزرگترین حق بالای شما این حق شوهر است، حتی حق پدر و مادرت نیست. کجا مزار می روی؟ مزار در پیشت است. کجا کعبه می روی؟ کعبه در پیشت است. پشتای همین شوهرت رسوم بکن گویا که کعبه زیارت کرده ایستاده ای. آب شفا کجا میری؟ لباسی چرکین شوهرت را بشوی، آب همون اخر انشاءالله که برای تو شفا هست. میگه اگر شب شوهر از زن خود نارضا باشد، ماهیایی که در زیر آب است، پرندگانی که در آسمان است، چه مخلوقی که خدا آفرید در حق این زن لعنت میفرستند. حتی میگه حورهای جنتی، زنهایی که در جنت هستند، به این زنی دنیایی میگویند لعنت بر تو ای زنی دنیایی، این شوهرها در نزد شما مهمان هستند. و اگر همان لحظه این زن وفات کند، راست جهنم می رود. مادرای جان، سخن شیرین با شوهر خود عبادت است. شوهر با تو هم سخن نیک زند، این در نزد خدا عبادت نوشته می شود. این هرگز فراموش مکنید. سخن نیک عبادت برای زن و شوهر. خدا میگه من دوست میدارم جوانی که صاحب زن است، زنی که صاحب شوهر است. و از همه مادران خواهش میکنم برای این دنیا آخرت خودتان را نسوزانین. اگر 100 سال نماز و روزه بگیر، اگر 100 سال خیر و صدقه بکن، همه کار خیر را انجام بده، شوهر از تو راضی نباشد، تو جنت نمیدروی. فراموش مکن. روز حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت خدایا برایمان جنت میگویی، نعمتهای جنت میگویی، و از تو خواهش دارم بگو من در جنت باقی هستم. از سوی خدا وحی شد، گفت ای موسی تو در جنت با یک قصاب هستی. این قصاب در فلان شهر زندگی میکند. حضرت موسی علیه السلام جویان این قصاب شد و آمد این قصاب را دریافت کرد. نگاه کرد که گوشت میفروشد و از قفای این پاید و از قفای این قصاب تعقیب کرد و به خانه این قصاب آمد و داخل شد. گفت سلام علیکم و رحمت الله. گفت و علیکم السلام. از پس این قصاب تعقیب کرد و به خانه این آمد. گفت السلام علیکم و رحمت الله، من مهاجر هستم، میخواهم که یک چند روز در خانه خود مرا مهمانداری کنیم. این جوان همین حضرت موسی علیه السلام را مهمانداری کرد. حضرت موسی
تنها نظارت میکرد که این چه کاری کرده است که در جنت با من است. نگاه کرد که عبادتهایش عادی هست و این جوان میگه سحر بر وقت به کار رفت. حضرت موسی نگاه کرد که در یک گوشه خانه یک قفس هست، در درون قفس یک پیرزنی هست. به نزد قفس آمد، گفت ای مادر تو کی هستی؟ مادر گفت من مادر آن همین قصاب هستم. من چندین سال می شود بیمار هستم. فرزندم مرا نگاه و بین می کند و من دستی بر دعا برداشتم، گفتم خدایا فرزند مرا در جنت با حضرت موسی علیه السلام یک جا گردانی. وقتی میگه حضرت موسی علیه السلام این سخن را شنید گریان شد. گفته ای مادر من خودت یک مژده دارم، دعای تو در نزد خدا قبول گشت. من همان موسیی که تو میگویی همان هستم. ببینید که قدر مادر را خداوند چنان بلند کرده است که حتی دعای مادر چنان تیز اجابت می شود. ما و شما باید در زندگی دعای پدر و مادر را گیریم. بازم الله یار و مددگار هر یک ما و شما باشد. در کجای خطا کردگی باشیم الله ما را مغفرت کند و شما هم در حقمان دعاگو باشین. فی امان الله.